Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. So'zim Boboyoji Mirzo. Tashakkur ederim. Xumen salomat yo'q. Vaqtini nima gidim yak savol qiyin. Bu savol faqat jonlidan. Ajajon, men ham Moskvada blogerim ekanman. Blogerim ekanman. Oid badbaxtoyi ki این اینا توجی که ما را فریب میکنن این هم توجی که خدمات مقصد اگر تماشا کرده باشن دیده باشن با کانالی کولیا تجزیگ گفتنی آدم منم اول هستن برادرایی که فریب میکنن میگن که ما پراوا میکنیم ما اصلی میکنیم ما پاسپورت میکنیم ما رجیستراسیا میکنیم هم خیلی پولی مخشر همه گیرن ای برادرای خدمون فریبشون میکنن مقصد 20,000 30,000 40,000 میگیرن هیچ کار کرده هم نمیتونن پراوه هم نمیکنن بعد وقتی که او برادرو که میخوان پولشون گیرن ابرانه تلفونه از ابلاکیز میکنن دیگه نمیوان شونن بعد ما گرفتیم همین فکر کردم مکه که همین لیتسای همین آدمایی که همه خیلی فریب میکنن همه را نشون دیم در مردم که ببینن همین کارا رو دیگه همه را باوری نکنن بعد بسیار حجیو زن زدن مرا بسیار آدمو قوریو زن زدن که ایزای مومین حرام مومین برادر مومین همین را ما گفتم که از شما خطام پرسم که همین چی میگه شما کنن شما برادر عزیز همه آدمایی که مردم را فریب میکنن شما اگر امکان باشه و شرایطتان باشه خب شما همه را رفتن حساب نشون همه مبلغ که هست انا عیدهشون بگیرید در هم تو هسته برای این بتخیم این یک رای کار این رای کار همه که شما همه را یک بار پیشتی آگاهی کنید که اگر این کارتان بر نمیگردیم یا این کارتان دست نمیکشیم دفعه دیگر مثلا شما خودتان در اینترنت بدین ما شما را مثلا اول این چیزا را بگذارانیم بعد یک کردار مثلا یک آدم فیزیکالی در اینترنت نگذارانیم اول همون آدم ها باشد اگر برین حتی هم مردم ها بگیرین دستشون بتین و مثال همون آدم ها را بگیم که یک توبه میکنن یا ندامت میکنن خیلی پشیمانی میکنن یا این خطای کردگیشون مثال خیلی بگیم پس میگردن اگر نبید الو گوش که استانگار زنیم گوش دستم اگر این خیلی که اگر مقصد همین مقصد ویدیو کردن ما با کدام مقصد هست که همین خیلی برادرای که فریب میکنن این نبو برادرای توجی که خدمانه میخوایم همون را نشون تیم لیتوشون هست که داشتی در فریب دادم یاوایون نقلتن مقصد همشالی آیت گرفتگی چند کس گرفتگی مردم همشالی فریب میگه متدا پراوا میکنه میگه 50,000 روبل شا میگیره یا موها اولیک شا یا موها یکنی موها اولیک شا میگیره همه خیلی نمیتیا به حد هم خیلی بسیار شدگم به حد بخد و به حد این ویدیو خدان ده این ویدیو خدان همون خیلی نداره اگر بگوی بله همین یک باره همین ملت خدمانه مسلمان خدمانه یا تأثیر کردن در چشم دیگران در نشان دادن است بهترش هم یکی مردم آگاهی که سادگی را بس کنن مثل همین که نیرنگش که همین چیزی همه شما یک بلاگر باشن اگر تبلیغات و تشویقات ای مثال ملاها بگیرین ای آدم های دانشمند بگیرین که مردم ها بفهمونن که در هر آدم باور نکنن در اصلا در دست هر کس نتن آنهای طریق نیم بهتر می شود بخشش وقتی شما را خیلی گرفتم بابای جمعزو می گفتن که همی کاری ما کردم همی گناه های یا که نه اکا اکا گناه و خیلی خیلی گناه میگم ایزای مومین حرام های مقصد من همون آدمی را نشان دادم یکون آدمی که در نشان ندادم مقصد همون آدمی که روی خودش در من او را نشان آدمی که مثال روی بد کتی فرید میکنه خلق خدمانه این نبود و دیگه خدمانه
درسته لیکن آدمی که فریبکار آدمی که ای داره او را یک جزای وزنی نمیکنه که او را با راهی تربیه هست او را تربیه کنده کن بعد انشاءالله اول ما راهی تربیه استفاده بریم دیده نمی آدم نمیشود بعد مایدش در اینترنت بزن دیگه بفهمونش که مردم که همیشه آدم هست ولی یک باره او را همی یک کمبودی کهی که همی در تلویزیون میشونش که خوبی نداره خیلی نداره؟ نه مقصد همی گناه یا نه یکم؟ گناه ما گناه میگیرم البته آخی برای که تو همون مرحله را که ما گفته سمت همین آدمی که یک خطایی میکنه میگم او را بفهمون او را بشنون نصیحت کر او انشاءالله ای نصیحت ای گپ وقتی آدم در باره یعنی کار خطاش که نقطی او خودش علا که یک پشایمانی و یک خجالت هست просто я хел бародарора бо савол додем я ҳаду ҷибовои дигара гуфтанд ки муъмин бародари муъмин меган вақте ки муъмин боша агар бародарша фреб намекунад мақсадам хеле бо фатво доданд ки гуноҳ нест хайна мехостам дар ҳамин подписчикам 40,000 подписчик зиёд дорум ака ваъда кардам ки ман қати шумо гап мезанам ҳамин бобои ҳоҷи мирзо кати гап мезанам من درسته لیکن یک چیز فراموش نکنیم که همون چیزی که خودتون گفتیم ایزای مؤمن حرام یعنی بله مثال یک آدم شان و شرفش پس کردن این حرامه در میلیون نفر رو وقتی که و یک اصلاح کرده میشوه یعنی یک آدم زنا میکنه خب شر نیست که داره مثال بگیریم اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری بیشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید داروهای گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد